Two explosions killed scores of people in Iran. با اطلاع مقامات رسمی در دو ترکیش در شهر کرمان در جنوب شرق ایران 84 کس کشته و صدها نفر زخمی شدند. ترکیش هنگام یادبود قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس رخ داد. و سال 2020 در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی کشته شد. روز بعد از حادثه کرمان، مقامات ایران حمله را کار دست تروریستان خواندند و انگشت اشاره را به سوی آمریکا و اسرائیل دراز کردند. آمریکا ادعا را بی اساس نامید. از ترکش‌های پی هم در مراسم یادبود در آرامگاهی که قاسم سلیمانی آنجا دفن کرده شده است، تلویزیون دولتی ایران خبر داد. یک منصبدار ایرانی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که ابزارهای ترکنده در کنار راه به آرامگاه شهیدان کرمان را تروریستان از دور به حرکت درآوردند. یگان گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. در نوارهایی که رسانه‌های ایرانی نشر کردند دیده می شود که در اطراف محل حادثه ده‌ها جسد خوابیدند. بعضی از راهگذران تلاش دارند که به آسیب دیدگان کمک رسانند. دیگران از محل ترکش می گریزند. قتل سلیمانی و حمله جوابی تهران به دو پایگاه نظامی در عراق که در آنجا سربازان امریکایی قرار داشتند در سال 2020 ایالات متحده و ایران را به یک جنگ روبرو نزدیک کرد. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود. وی عملیات مخفی را در کشورهای خارجی رهبری میکرد و یک چهره کلیدی در معرکه بیرون کردن نیروهای امریکایی از خاور میانه بود.